Шамсиддин Темуров зодаи деҳаи қадиҷӯйбури ҷамоати деҳоти Сабои ноҳияи Шаҳринав асосан ба кандакорӣ машғул мебошад. ӯ дару тиреза, катҳои нишаст ва хоб, лавозимотҳои хӯрокпазӣ ва дигар намуди ашёҳои ниёзи мардумро месозад. замоне ки мо вориди устохонаи ӯ шудем, ҳамроҳи фарзандон ва шогирдон ба сохтани дару тиреза ва кати нишаст машғул буд. کاری کندکاری اومد کاری میدکاری بی‌نهایت میدکاری میباشد. در این کار عموما عصب‌های با قوت در کار که طاقت کنید. برای هوای این کار اون قدر دشوار هم نیست. خیلی کارهای حاضر ما میکنیم. کار این از همه نقش آسان نقش پیرامید میگن زبان روسیش خطی 3 کنجه و 6 کنجه من همین این آسان خیلی حاضر من قوتی من با شاگردا هستن من همین کار با ما مشغولیم در تریزه و می شود که صندوق و صندوقچه اگر کندکاری باشد هر همین کارو قطعی ما و سر کار داریم. در جماعت دهاتی سبای نوحیه شهرینه بابای محمود حیدرов نیز با سازتراشی مشغول است. او قصه به این شغل و ورزش را چنین نقل میکند. قصه همه خیلی بود که در مکتب یا رباب بود. بیان دادن یک کس. بعد من گرفته اگشته ساز کردم. رباب قشقری بود. همینا ساز کردیم و با تمام رسوندیم دیگه دایم همه حواسی من در همین پیدا شد که من هم خیلی ساختم میتونستیم. از همین رو سر کردم ما همین صنف هفتم میخوندیم از همون در مکتب قدیجوار سر کردم من استاگیه. صورت اینو من رفته لابراتوار دوشنبه دیدم با چشم دیدم. با چشم دیدم کدام چوب میتراشن و چی خیل میتراشن با کدام اسباب میتراشن. همینو من پرسیده گرفتم و آمده در خانه کنده هر خیلی سر وی کرده جمع کرده تراشیده این همین تار رو با سر کردم. شمسدین تیمورов میگوید که این هنر را از آوان کودکی از پدر و بابا آموخته تا امروز چندین شاگردان را نیز تربیت نموده است. میسپردیم انداز میسپردیم پیش وقت حاضر از انداز ما آزاد کردن. ما بسیار خرسندیم که من بعد با دل پر با مهر زیاد همین کارهای از پدران باباها موندگی را ما عموما استادهای میراثی از پدر و باباها تا همین روز کار را برده سازیم. اویلای تیموروفا در این گوشه مملکت که اساساً به هنرهای مردمی مشغول هستند، اعلان شدن سال 2018 را همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی غمخوری نوبتی پیشوای ملت در حق هنرمندان می‌یابند و کوشش میکنند که همیشه اشیا و انجام با صفت ساخته به مردم پیشکش نمایند.